توسط مکعب‌هایی به طول و عرض و ارتفاع 1 متر. واحد اندازه‌گیری حجم متر مکعب. طول، عرض، ارتفاع. اینجا میدون نمودار واسهتون رسم کردم و به جای مربع مکعب بهش اضافه شده و اگه از بالا به پایین بیایم ضرب در 1000 میشه. اگه از پایین به بالا بریم ضرب در تقسیم بر 1000 میشه. دسیمتر مکعب لیتر هم گفتیم میشه توی مکعب ها و سانتی متر مکعب هم سانتی متر گفته میشه هم سی سی. ولی بچه حواستون باشه سانتی متر با سانتی متر مکعب فرق داره. اینجا میدونه نمونه براتون رسم نوشتم و عدد رو گفته و لیتر چند میلیمتر. کد سوم، حجم، مقدار فضایی را که جسم اشغال کند که